این کوه رو ببین میگی میافتد. بله. باری چندم از دوستم اینجا میایی؟ باری یکم است. چرا تو دوستم گپ نمیزنی؟ هیچ چیز نه، همین منظره ها را دیدم و حیرت افتادم. بسیار منظره های زیباست. دوستانم چه منظره زیبا است. با ما میدونید یک سه دختر نمیرسد. شما شینید من رفته یک سه دختر میارم و مایده چویده گرفته میارم، بهترین کیف و صفا میکنیم. من رفتم دوستانم. برای من نه آور. چی؟ تو مرد نیستی؟ ببینی چی گفته زده است. شهرام دوستم، این مردک نیست چی بالا؟ همه خیلی از چی؟ خب با تو لازم نباشه رفته دوتا میارم. چی گفتی دوستم؟ راضی هستی؟ بله دوستم، خیز رفته بیار، این کیف صفا رو از کجا میدونه؟ همون کیف صفا میکنیم. خب شما نشینید من رفته میارم. خیز برادر. دوستم یک لحظه نشین. چی میگوی امید؟ باز همون نصیحت رو سر میکنی. یک لحظه خواهش میکنم نشین. خب چی میگویی؟ با شما دو شرط میگذارم. اگر در دو شرط من راضی باشی مایلش رفته بیار، من هم با شما زینو میکنم. چی شرط بوده است کو گبزم؟ شرط اول این است که رو بیار دختر، در جای زنا کن که زمین خدا نباشه. شرط دوم این است بیار در جای زنا کن که الله تو را نبیند. خیز اکنون میتوانی روی بیار. سه تا بیار. چی نشسته ای؟ خیز رفته بیار. امید جان این چی سخنها بود که تو با من گفتی؟ تمام وجودم دلرزه در اومد. حق با توست دوستم، تو بهترین دوست هستی. خدا از تو راضی باشد. من رو ببخش. این چی سخنها بود؟ جواب دادنش دشوار. خداوند ما را هدایت کند امید جان. بله دوستم، ما رو ببخش. خدا از تو راضی باشد. خوشا به حالتون که در جوانی فهمیده و توبه کردین. در جوانی توبه کردن نشعه پیامبری است. خدایا این دوستان مرا هدایت کن، این سخنها را در قلبشان جای گردان. اگر دلی که در آن محبت الله جای باشد آب از آن چشم خود جاری می شد. خب دوستی عزیز، از او رحمت از تو میندار هستم. از خدای من میندار باش. تشکر. بیاد بیرویم دوستی عزیز. دوست آن را نمیگویند که برادر خود را به کاری بد دعوت کند. دوست آن را میگویند که برادرش را، دوستش را به کاری نیک دعوت کند.